همیشه دیدید که فکر میکنم تو کلیپ‌های قبلی دیدین خیلی اذیت دیگه میکرد، خیلی داشت مستی میکرد، از مستی داره اون رو تکرار میکرد و من میزدم به در، این ساکت میشد حتی برای چند دقیقه. 2-3 بار که این کار رو میکردم دیگه نه جیغی میزد نه دیگه واکنشی داشت. فکر میکنم توی کلیپ‌ها دیدین. پس من هم این کار رو انتخاب کردم و کار دیگه انتخاب کردم، یه دست میزنم، 2-3 دست محکم میزنم، سریع توجهش جلب میشه، جیغ زدنش قطع میشه. دوباره تکرار کرد، دوباره بزنید. هی 2-3 بار که تکرار میشه این دیگه سکوت میکنه. دیگه مگر خیلی پرنده بد جنس باشه بخواد ادامه بده. ولی زمانی که یک بار میزنه دوباره میخواد جیغ بزنه، دوباره اون صدا رو ببینه میشنوه، دوباره میشنوه. دفعه سوم دیگه کنجکاو میشه، دیگه داد نمیزنه، دیگه جیغ نمیزنه، توجهش جلب میشه و هی نگاه میکنه که شاید کسی بیاد، که اون موقع شما باید بریم. به خاطر این گفتم زمانی که صدایی میاد نمیشنون، شاید منتظر حضور باشن، شاید منتظر یه اتفاق جدید باشه. پس اگر میگیم زمانی که پیشش نیستی اصلا، یا حتی پیشش هستی میخوای این کار رو بکنی، یا دست بزنی یا یه چیزی رو صداش رو در بیاری یا یه کلمه‌ای رو با توناژ صدای بالا براش بیان بکنی، بعدش بری پیشش، خیلی بهتره. چون هر بار که دیگه این جیغ رو میزنه و اون صدا رو میشنوه، میخواد که شما حضور پیدا بکنی. اصلا اون جیغ زدنش هم اگر به مستیش رو کنار بذاریم، خیلی هاتون اینجوری هستید دیگه برمیگرده به این که به پرنده صاحب عادت کرده از اتاق خارج میشه جیغ میزنه. بیشتر کسایی که اعصابشون خورد میشه، خب منم درکتون میکنم، داشتم و دارم و هنوزم، زمانی هستش که پیشش صدا نداره، میاد بیرون شروع میکنه به جیغ زدن و سوت زدن و اذیتش میکنه. این آموزش بسیار مفید است برای اینجور پرنده هایی که زمانی که شما نیستید میاد این کار رو تکرار میکنه. سریع یه چیزی رو بزن یا یه کلمه استفاده کن، نزن. اصلا هیچ چیز خاصی نیست، این کنجکاویشه. این یک دفعه صدایی نمیشه، استوب میکنه، وای میسه به گوش دادن، دوباره تکرار میکنه، دوباره بزن. این کار رو تکرار بکن و مطمئن باش قطع میشه. همین الان داشتن حرف میزنن، نگاه اصلا سکوته، اصلا عادتشونه. نه این همه پرنده ها. تو زمانی هم که کلی پرنده رو شاخ و برگ هستش، تو زمانی که کنارشون وایسیدی زیر درخت نشستی، یک دفعه یه بشکن بزن همشون میپرن. حالا اون تو محیطه، میترسه، واکنش نشون میده، طبیعی هستش، باید فرار بکنه برای حفظ جونش. حالا این خونگی هستش، به این صداها عادت داره و این کار رو نمیکنه، سکوت میکنه، جلب توجه میکنه براشون صدا. حالا هی بیشتر تکرار میشه و اون پرنده دیگه عادت میکنه. اگر هم از مستی حتی جیغ بزنه، با صدا کنترل دیگه میشه. حداقل اینش که تا زمانی که شما نیستی جیغ نمیزنه. یا مثال داری با تلفن حرف میزنی دیگه جیغ نمیزنه، میتونی اینجوری کنترلش بکنی. خب دیدید دیگه توی کلیپ‌های قبلی دقیقاً من رفتم این در رو زدم، چون من دقیقاً همین کارو میکنم. اصلا توی قفسم هستن. زمانی هم که من هستم دارم یه کاری میکنم، مست نرم و میاد این کار رو میکنه، من سری میزنم روی یه چیزی، حالا هر چیزی که هست، میگم ای بابا. حالا آیدین قدیما توی من شرکت کار میکردم، میزدم و میگفتم ای بابا. اینم یاد گرفته بود، میزد روی یه چیزی میگفت ای بابا. این 2-3 بارم چیزش گذاشتم، هنوزم هستش، کلیپاش توی پیج اصلیمون هستش، توی آیدن 1-2-3 اینا برید میبینی، میگه ای بابا. یاد گرفته بود. یعنی از 2 سر شده بود سود دیگه، هم جیغ زدنش رو کنترل میکردم، هم یه کلمه رو یاد گرفته بود. پس شما زمانهایی که بیشترتون این زمان اعصابتون خورد میشه که محل رو ترک میکنی و پرندت شما رو نمیبینه، شروع میکنه به جیغ زدن، این میتونه یه روش خوبی باشه. حالا اگر شما آدمی هستی که بیشتر زمان توی خونه هستش، بعد از چند بار که اومدی صدا در آوردی، صدای چیزی در آوردی، خودت صدا در آوردی، دست زدی یا هر کار دیگه کردی، اگر انسانی هستی، آدمی هستی که بیشتر توی خونه هستی، میتونی 1 ساعت بعدش بری پیش پرندت. این خوب هستش. به چه دلیلی؟ چون که پرنده بعد از یه مدتی عادت میکنه به این که شما سکوت رو بهش میدی، 1 ساعت 2 ساعت بعدم میری پیشش و مطمئن باشه. ببین یه چیز الکی نیستش که
شما چجوری پرنده یاد میگیره حرف زدن رو؟ وقتی حرف زدن یاد میگیره پس این رو هم یاد میگیره، حافظه داره، حفظ میکنه اینا رو. و زمانی که تکرار میشه، صدا در میاد، چیزی رو میزنی، حرفی رو ادا میکنی با صدای بلند، بعدش حضور پیدا میکنی. حالا میاد جیغ میزنه و آموزش دیده هستش، جیغ میزنه، شما طولانی هستش نرفتی 2 ساعت اصلا پیشش نرفتی، حالا حتی آموزش هم دیده شروع میکنه به جیغ زدن، حالا هر از روی مستی یا اصلا از روی غریزه اومده جیغ میزنه، شما میزنی، این حداقل 2-3 ماه این کار رو باهاش تمرین کردی و فهمید، الان سکوت کرد، شاید 2 بار 3 بارم تکرار کنه تا 3مین بار این سکوت رو بگیره و این دیگه مطمئن میشه که شما 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد میری پیشش، چون این کار رو تکرار کردی. پس این کار رو میتونی خیلی راحت با تکرار و عجله نکردن و آموزش دادن، اعصابت هم اصلا خورد نکن، فقط میتونی یه کلمه انتخاب بکنی، با عصبانیت نگو، مثلا در یه دفعه باز نکن پرنده بترسه، اینجوریش کنی بترسونیش، نه، ما میخوایم فقط جلب توجه بکنیم، نمیخوای پرنده رو اذیت بکنیم. اگر میگیم با داد بزن، ما منظور اینه که با صدای بلندتر، با صدای بلند یه کلمه رو انتخاب بکنیم که اون رو هر وقت میشنوه سکوت بکنه و اون صدای بلند یا اون ضربه بلند جلب توجه بکنه برای اینکه اون جیغ زدنش رو فراموش بکنه. حالا پرنده های دیگه هستن که حالا فکر میکنم خیلیاتون مثل من باشین، اصلا پرنده هایی که خوابشون میزونه ساعت 10 شب میخوابه، قطعا 10 صبح یا نهایت 9 صبح روشن میشه، شما برق روشن میکنی. اگر این ریتم رعایت بشه، صبح تا زمانی که شما برق روشن نکنین پرنده جیک نمیزنه. پس کسایی که پرندهشون تا زمانی که خواب هستن و برق رو روشن نکردن این صداش در نمیاد، به این دلیل هستش که خواب منظمی به این پرنده داده. یه بار نیومده 12 پرنده تاریکی بده بهش 6 صبح بیدار بشه، یه بار 3 صبح تاریکی بده بهش 12 ظهر بیدار بشه و این پرنده کامل عادت کرده و روی ریتم هستش، تا زمانی که برق روشن نشه شروع به حرکت نمیکنه، شاید غذا کم بخوره ولی دیگه جیغ نمیزنه، تقلا نمیکنه برای بیرون اومدن. ولی کسایی که این خواب رو کنترل نکردن، هر وقت دوست داشتن خوابیدن، هر وقت دوست داشتن پرندهشون رو بیدار کردن و خیلی از کارهای دیگه، هر وقت دوست داشته بیرون آورده، هر وقت دوست داشته برده داخل و اونها پرندهشون اذیتشون میکنه و صبح با جیغ زدن بیدار میشن، یعنی اعصابشون خورد، آقا پرنده من جیغ میزنه من از خواب بیدار میکنه. حالا یه روز جمعه است، من نمیخوام 8 صبح برم بیرون، 8 صبح شروع میکنه به جیغ زدن. مثل این دختره که پدر من 2 شب در آورده، من میتونم پرنده رو کنترل بکنم ولی همسایه‌مون رو نمیتونم. میرم درش رو میزنم، میگم سرسن نگو، میگه به تو چی بگم. 3 شب نمیتونم اینو کنترل بکنم ولی حیوان زبون مسته رو دارم کنترلش میکنم و به شما هم یاد میدم که قطعا هم میتونید این کار رو بکنید که پرنده رو، حیوانی که زبون نفهم هست تقریبا، بهش آموزش میدی و یاد میگیره و شعورش رو داره. ولی خب الان میبینی که من مشکل دارم دیگه، خب ولش کن. پس کسایی که صبح مشکل دارن برای پرندهشون که صبح با جیغ زدنشون بیدار میشن، این هستی خوابش رو کنترل نکردی. حالا کنترل نکردی، رعایت نکردی، این اتفاق افتاده. میدونی این رو من کی فهمیدم؟ زمانهایی که توی شرکت کار میکردم، 8 صبح بیدار میشدم، مثلا 10 شبم میخوابیدم، این اوکی بود. خب بعد یه دفعه میدیدم آقا من جمعه ها اصلا دیگه روانم ریخته به هم، 1 ساعت 2 ساعت بعدش صدا نمیکرد دیگه، بعد از اون شروع میکرد به سر صدا کردن. خب به دلیل اینکه اون عادت کرده بود که زمان 8 صبح هست برای بیدار شدنش. ولی بعد از اون مدت که اومدم خونه، از اونجا اومدم بیرون، این عوض شد. پس من تونستم اون رو تغییر بدم و برسونمش به ساعت مثلا 9 که من کار اداری دولتی ندارم که ساعت 9 بیدار میشن و پرنده هم تا اون موقع صداش جیک نمیزنه. پس کسایی که این مشکل رو دارن به دلیل هستش که خوابشون رو کنترل نکردن. حالا از این به بعد شما بیاین کنترل بکنید دیگه. معمولا که دیگه 12 شب دیگه تاریکه دیگه یعنی تاریکی خونه ها میخوره 99%شون. معمولا ها دیگه تو اتاق اگر هستی، تو میتونی، من داداشم توی حال درس میخونه، خودم توی اتاق خاموشه، حالا خاموش مطلق نه، اون بعدا آموزش بهتون میدم. اینجا تاریکه، حالا اونجا اصلا داشتم مثلا حال مثلا هر کسی هست مثلا تا صبح بیدار باشه، ولی من اونجا تاریکیمو ساعت مثلا 10 شب، من همیشه 10 شب
دیگه غیر ممکنه 11 بشه. شده ها، ولی معمولا 10 هستش. دیگه خیلی دیر بشه من 11 خاموش میکنم، یعنی خاموشی رو دارم. و صبح هم خیلی زود اگر پاشم ساعت 9، دیرم ساعت 10 هستش و به هیچ عنوان پرندم توی این زمان داد نمیزنه. حالا اگر شما این مشکل رو داشتی، از این به بعد بیا این کار رو بکن، بیا تنظیم کن، بگو آقا من از این به بعد ساعت 10 تا 10:30 خاموش میکنم، پرندم بره توی خواب و از این به بعد صبح ساعت 9 تا 9:30 من برق خونم رو روشن میکنم، روشنایی میدم به پرندم. مطمئن باش 2 هفته، نمیگم حالا 2 روز، 1 ماه تو این کار رو بکن، مطمئن باش تا زمانی که شما بیدار نشدی اون پرنده جیغ نمیزنه که شما رو خواب بپرونه، اعصابت خورد بشه. داشتم چون میگم بالشو میگیری اینجا، من هنس ویدیو میذاری فشار میدادم، اصلا یه اوضاعی میشه. پس این هم برای کسایی که صبحها مشکل دارن و خب حالا کسای دیگه هستن که متوجه مشکلشون نمیشن. حالا توی جاهایی زندگی میکنن که ماشین رفت آمدش زیاده، صدای بوق باعث شده که اینجوری بشه. یا کسایی هستن که درخت دارن، پرنده ها رد میشن، پرنده شاید ببینه، اون میتونه واکنش باشه. یا توی واحد کسی رد میشه، کوچکترین صدای صوتی، صدای دری، چیزی توی سکوت مطلق، هر صدایی میتونه باعث جیغ پرندت بشه. پس اینا میتونه دلیلش باشه. این جور دلیل ها رو اگر پیداش بکنی راحت میتونی کنترلش بکنی. صدای بوق میاد، پرندت قطعا جایی که صدای بوق رو میشنوه دیگه حتما نزدیک پنجره نگهداری میکنه، حتما توی حال نگهداری میکنه، جاش رو تغییر بده، ببر جایی که کمتر صدای بوق رو بشنوه. با این کارا میتونی کنترل بکنی. یا صبحا در پنجره رو باز میذاری صدا میاد تو، همین بعد باز نذار. یا اگر صدای پرنده میاد، خب من خودم چون که اینجا یه مقدار فضای اوکی نیستش و برادرم چون درس میخونه، یعنی مشخص نمیکنه، خیلی هم زرنگه، حالا ساعت 7 صبح همیشه بیداره، 6 صبح بیداره دیگه، مگه درس داشته باشه تا ساعت 9 میخوابه، ولی معمولا ساعت 6 7 الان چند ساله که 6 7 بیدار میشه. به خاطر همین من همیشه شبها تلویزیونم سیستمم روشنه، یه چیزی رو پلی کردم رو صدای 2، یعنی 2 تا صدای خیلی کمی داره توی محیطم، چون این احتمال وجود داره که هر لحظه از صدای از این آپارتمان ما بیاد. پس اومدم این کاری کردم. تلویزیون من شرایطش رو دارم، شاید شما نتونید. من جایی زندگی میکنم که محل کارمه و حالا بعضی وقتا برادرم پیشم هستش و این رو کنترل میکنم. نور هستش یه مقدار کم، نور خود لپتاپ یا تلویزیونم یا سیستمم هستش، یه سریالی هم پلی میکنم با صدای کم داره اجرا میکنه تا صبح و دیگه به هیچ عنوان پرندم با ترس با صدا نمیترسه و این رو اینجوری تونستم کنترلش بکنم و خیلی هم راضی بودم که قبل از اینکه این کارو بکنم کوچیک‌ترین صدای شب هم جیغ میزد، صبح هم جیغ میزد، ولی الان دیگه نمیکنه. میگم این شاید برای کسایی باشه که بتونن. شما نمیتونی خونه وقتی 5 نفر هستی لپتاپ و سیستم تو روشن بذاری، بابا دیگه دیوونه است، این بچه دیوونه شده، ببرمش بیمارستان. ولی خب من چون کسی نیست بهم نمیگن دیوونه شدی. خب در کل جیغ زدن ببینید دوستان هستش، فقط با همین دو سه روشی که گفتم تکرار بکنید. نمیتونی یک هفته نتیجه بگیری برای پرنده‌ای که همش جیغ میزنه. و خب جیغ زدن ها، آوازهای ریتمی بیشتر توی نرها هستش. ماده ها حالا جیغ های تک میزنن، 2 3 تا اینجوری جیغ میزنن، نمیاد مدام جیغ بزنه. یا مست میشه، به علاوه صدای مستیش، مخصوصا توی 3 4 ماهگی، به علاوه صدای مستیش یه صدای دیگه هم از خودش در میاره که این همه رهگذره، میگذره ازشون. بیشتر نرها این مشکلات دارن و بیشتر هم توی زمان مستیشون این اتفاق میفته و بیشتر هم برای پرنده‌ای هستش که سخنگو نیستن و کاری جز جیغ زدن بلد نیست. سخنگو باشه، آیدن هم مست باشه، مدام حرف میزنه. الان مادهشو جدا کنم 20 دقیقه بذارمش اینجا، شروع میکنه، یعنی 24 حرف میزنه. بغلش رد میشه میگه کجا بودی؟ سلام کجا بودی؟ همین. مست حرف میزنه. در کل یه چیز طبیعی هستش دیگه، ولی میتونیم کنترلش بکنیم، میتونیم دلایلش رو پیدا بکنیم با این صدا در آوردن یا با حرف زدن میتونیم کنترلش بکنیم. الان یه بار دیگه سوت بزنیم ببینیم صدا این سوتم بیا جیغ نمیزنه. پس واکنش هستش که پرنده جیغ میزنه دیگه.
اینا دیگه عادت کرده. ولی خب توشون یکی دارم که فوق العاده اعصاب خورد کن داغونت میکنه، ولی خدا شاهده با همین کنترل کردم. دیدید دیگه در میزنم صداش شاید یک بار نه دو بار نه، ولی دفعه سوم تکرار میکنم دیگه اصلا هیچ کاری نمیکنه. پس با همین این صدا یا هر صدای دیگه که با تون بالا باشه یا جلب توجه بکنه میتونه تاثیرگذار باشه و تکرار بکنید 1 ماه 10 روز 20 روز تکرار بکنید تا نتیجه بگیرید. و خب یه چیز طبیعی هستش دیگه، بهتون گفتم حرف زدن بلد نباشه جیغ میزنه. پس کنترل بکنید، اعصاب خودتون رو خورد نکنید، این کار رو تکرار بکنید، قطعا نتیجه میگیرید. دنبال کارهای عجیب و غریب هم نباشید. عجیب غریب، داد زدن، اینجوری کردن، قفس کوبیدن، لغت زدن، اینها به هیچ عنوان هیچ کاری که نمیکنه بدترش هم میکنه. خیلی چاکریم.